السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم و خواهر بزرگوارم، آیا میدانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من استغفر للمسلمین والمسلمات كان له من كل هؤلاء حسنه. برادرم و خواهر بزرگوارم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که طلب آمرزش گناه و استغفار کند در حق مسلمانان و در حق مسلم زنها، از هر یک سری این مسلمان ها به این دعا کننده اجر و حسنه خواهد آمد. الله اکبر! چقدر اجر بزرگ است، چقدر کلمه کوتاه است، اما اجر و ثواب میلیاردها کلمه را دارد. ببینید این کلمه را که بگوید: اللهم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات او وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بار الها مرا ببخش، پدر و مادرم را ببخش و تمام مسلمان مردان را و تمام مسلمان زنها را ببخش و اون مسلمان هایی که زنده هستند ببخش و اون مسلمان هایی که پیش از ما رفتند و وفات کردند ببخش. از هر یک سری این دعایی که به هر یک اونها می آید، از هر سری اونها به تو ای دعا کننده یک حسنه خواهد آمد. از آدم علیه السلام حساب بکن تا امروز هر کسی که مسلمان وفات کرده است و هر مسلمانی که تا امروز وجود دارد، دعای تو در حق اونها هست و الله سبحانه و تعالی به سبب این دعایت بر سری یا که از سری هر یک اونها به تو حسنه خواهد داد. و البته هر مسلمانی که این دعا را از عمق قلبش بیرون می کند، با اخلاص و با دوستداری برادرش و خواهر مسلمانش از الله طلب می کند که مسلمانها را الله ببخش، این دلالت می کند که قلبش سلیم است، قلبش صحیح است، قلبش از تاریکی و ظلمات دور است و محبت الله و رسول و موحدین مسلمانان در قلبش جای گرفته است. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، در حق برادر مسلمانت، در حق خواهر مسلمانت استغفار نما تا که الله تو را ببخشد و به هر یک عدد مسلمان به تو اجر و حسنه و پاداش ببخشد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.